جدی میفرمایید؟ بله بله. امروز میخوایم نظر مردم راجع به ترمیم شیشه ماشین بدونیم. بریم با هم بدونیم. آقا سلام، شیشه ماشین سنگ بخوره یا ترک حاضری ترمیمش کنی یا تعویضش؟ اگه شیشه سنگ بخوره یا ترک حاضری ترمیمش کنی یا تعویضش؟ عرضم به حضورت که بیشتر رو تعویض میریم دیگه. تعویض داره. ترمیم میدونی اینجوریه که هم تا 90% محو میشه، هم دیگه پیشروی نمیکنه ترک. بله بله. خیلی خوبه اینجوری باشه. هم هزینه‌ات تا حالا نشیده بودی نه؟ نه هزینه‌ات کاسته میشه و اینکه خیلی اوکیه. اگه ترمیم بشه که خب راجع به ترمیم شیشه اطلاعی داری؟ ندیدم من تعویضش میکنم دیگه. خب ترمیم تا حالا شنیدی چجوریه؟ نه جوریه که هم ترک راه نمیره هم تا 90% محو میشه. ایوه جدی میفرمایید؟ صفا باشه. اگه قرار باشه مثلا این داستانی باشه خب به صرفه باشه و اینو قاعدتا با این تورم و با این گرونیمون به صرفه داره. دم شما گرم. بستگی به قیمتش داره. راجع به ترمیم شیشه اطلاعی داری؟ نه. این باشه خیلی عالی، هزینه‌اش کمتر میشه. ترمیمش می‌کنی پس. اگه بشه بله، چرا که نه. ما که اصلا خبر نداشتیم، الان که شما میگین متوجه شدیم. الان این چجوری ترمیم میشه؟ و از فابریکی در نمیاد شیشه. به نظر شما به صرفه است که ترمیم می‌کنی یا تعویض؟ تعمیرش میکنی.